آخه من نمیدونم نتو چرا قطع میکنی، جایی میشه قطع میکنی، نمیشه قطع میکنی. من اصلا موندم، یعنی جاسوس موساد ترجیبش 250 نداره مثلا بره یه دونه کانفیگ بخره. ای گیمیا من گراک هستم قربان. دستیار صوتی شما چه روشی مد نظرتونه؟ موز موز؟ موز بعد از ظهرتون بخیر قربان. هدف امروز شما این خانومه، سویرا کناکس سیراناکس. این خانم مدیر شرکت سازنده وسایل رباتیکه، اما طبق مدارک فاش شده این شرکت به دیکتاتور چین پهپاد نظامی فروخته. این پهپاد در حمله به اعتراضات مسالمت آمیز نقش داشته. دقت کنید که هیچ رد پای از خودتون به جای نگذارید. ساعت 16:30 بیانیه. این چرا سیاهه؟ ای بابا اینم سفیده، نمیتونم بدون دلیل بکشم. چرا این نمیتونم؟ آجی 50 میلیون وام گرفتم با 200 درصد سود. 200 درصد بهم سود میده. خفه شو سیاپوس. داداش موز میخوری؟ باش. ببین خودت میخواستی آهنگ خوب گوش میدادی دیگه. من این شبه هم هیچ کس از وجودم با خبر نیست. Are you sure? گراک فقط کدوم ماشینه؟ قربان ماشین قرمز رنگ. هدف از بین رفت. محل رو ترک کنید. ببینید دوستان، آزادی بیان این شکلیه تو ایران که اینترنت ما وصل میکن. من سیاپوس نیستم، نمیتونی بی دلیل منو بکشی. چقدر آشناستین برام. قربان فقط هر کاری میکنید جلب توجه نکنید. شما برای تفریح اومدید. قربان میتونم بپرسم چه غلطی دارید میکنید؟ حال میده. یه دستشوی منتشر. سلام. واو چی برگم. شیرش چرا شبیه تفنگه؟ با هنسفیری خفت میکنم.
اینجا بودش؟ قربان، هدف دوم شما یکی از ماموران سابق CIA. مشخص شده که این خانم اطلاعات طبقه بندی شده CIA رو به چین میفروخت. وارد خونه شخصی او بشوید و اطلاعات کامپیوتر را برای من ارسال کنید. اوکی. ای بابا اینم پسورد میخواد. قربان، دنبال یه چیز غیر معمولی بگردید، یه سرنخی، یه چیزی. یه درزی دارم میبینم رو دیوار، نکنه مثلا این فیلم ها تابلو تکون بدی در باز شد. جیپاش اسلحه ها رو بیا، اینم از پسورد. قربان، فقط دوربینا هم نابود کنید که شک نکنم. خب داره آپلود میشه. خب قربان، مثل اینکه ملاقات بعدی این خانم با مأمور چینی در پاریسه. حدوداً 2 هفته بعد میشه. گراک چند تا ماشین دارم میبینم، اینا کیه؟ فکر کنم وقت دعوای خودش هم اونجاست. قربان، هدف رو بکشید. مرگ هدف تایید. خسته نباشید قربان، هفته بعد میبینمتون.